ما از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم. در این رابطه باید تأکید کنیم که مسئولیت امنیت شهروندان افغانی و مرزها با همسایگان در درجه اول با هیئت حاکمه سرپرستی در کابل هست. همگان باید به افغانستان برای برون رفت از بحران موجود کمک کنیم. احترام به حاکمیت، حفظ تمامیت ارضی، عدم دخالت در امور دیگران جزو اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست. اگر امروز در جلسه تهران پیام قوی برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ارسال می شود، به خاطر توجه به تاریخ و نقش آحاد مردم افغانستان در مقابله با اشغالگری و چالش‌های دهه‌های اخیر هست. برون رفت از بحران امروز در افغانستان نیاز به انسجام داخلی، به کارگیری همه ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از استعدادهای بالای کشورهای همسایه افغانستان هست. ما معتقدیم در